واکنش متقی به ایجاد احزاب جدید از سوی مخالفان طالبان. امیرخان متقی گفت که به خاطر 5 روپیه طوق غلامی به گردن میاندازند. رد گزارش‌های استفاده نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ اوکراین. روسیه خبر استخدام نیروهای امنیتی افغانستان را جعلی خواند. احتمال توقف پروازهای تخلیه از سوی قطر. امریکا برای طرح جاگزین ابراز آمادگی کرد. و پوتین میگوید که هاپگاز ترکیه بر راحتی قابل راه اندازی است و اروپا مشتریان خواهد بود. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به شکلگیری ائتلاف‌ها، احزاب و تنظیم‌های جدید سیاسی، اعضای این تشکیل‌ها را متهم می‌کند که به خاطر 5 روپیه طوق غلامی را به گردن می‌اندازند. شمار از سیاسیون افغانستان در هفته‌های گذشته از شکلگیری ائتلاف‌های جدید سیاسی خبر دادند. از جمله حزب عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین که با هدف ایجاد نظام فدرالی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. بیشتر از او حرکت ملی صلح و عدالت با حضور محمد حریف ادمر، وزیر خارجه دولت پیشین، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت پیشین و شمار دیگر از سیاسیون از آغاز کار خود خبر دادند. وزیر خارجه طالبان با اشاره سریع به جناح‌بندی‌های تازه میگوید غلامی به دیگران نه پیش از این سود داشت و نه بعد از این فایده خواهد داشت. آقای متقی از سیاسیون کشور میخواهد که به افغانستان برگردند و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. اداره استخبارات طالبان روز سه‌شنبه 10 اکرب ویدیویی از سخنرانی امیرخان متقی را در توییتر خود منتشر کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این ویدیو میگوید نیروهای این گروه دشمنان خود را با هر لباسی که سربلند کردند از بدخشان تا هلمند و از هرات تا فاریاب در ظرف چند ساعت سرکوب کردند. وزیر خارجه طالبان میگوید این سرکوب به فضل احسان تعالی، همکاری ملت و فداکاری جوانان عضو طالبان را نشان میدهد. یک مقام وزارت خارجه روسیه اخبار مربوط به استخدام نیروهای امنیتی افغانستان از سوی این کشور برای جنگ اوکراین را جعلی خوانده است. بر اساس گزارش اسپوتنیک، زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در پاسخ به پرسش در این مورد گفته است: من در مورد اخبار جعلی اظهار نظر نمی کنم. این در حال است که برخی از مقام‌های ارشد امنیتی حکومت پیشین تایید کردند که روسیه با پرداخت پول هنگفت و وعده اقامت به کماندوها و فرماندهان امنیتی پیشین افغانستان در پی استخدام آنان است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز روز گذشته در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد استخدام کماندوهای افغان از سوی روسیه گفته که از گزارش‌ها در این مورد مطلع است. پرایس گفته است: البته بر کسی پوشیده نیست که کرملین شبکه گسترده‌ای را به دنبال افراد توانمند برای جنگیدن و مرگ احتمالی در اوکراین گذاشته است. او در پاسخ به اتهام بی‌توجهی آمریکا با کماندوهای افغانستان پس از خروج با تذکر برنامه‌های SIV و P1 گفت که راه‌های زیاد برای افغان‌ها وجود دارد که به آمریکا سفر کنند. تا اکنون چند رسانه مطرح غربی گزارش‌هایی را در مورد استخدام نیروهای امنیتی پیشین افغانستان از سوی روسیه به نشر رساندند. پس از آن که دولت قطر از تعلیق پروازهای تخلیه همکاران افغان امریکایی از افغانستان خبر داد، اکنون وزارت امور خارجه آمریکا گفت که برای اجرای طرح جاگزین آماده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری روز دوشنبه 9 اکرب گفته است که پیش از جام جهانی با قطر روی رفع هر گونه وقفه احتمالی لوجستیکی کار کردند. پرایس افزوده است: ما همچنان با ترتیبات جاگزین در صورت نیاز برای انجام این هدف مهم آماده هستیم. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در حال حاضر پروازهای تخلیه و جابجایی از کابل همچنان ادامه دارد. او گفته که یک پرواز روز گذشته از کابل انجام شده است. پیشتر گزارش‌هایی نشر شد که دولت قطر تصمیم گرفته تا پروازهای تخلیه از افغانستان را به دلیل بازی‌های جام جهانی تا پایان سال جاری متوقف می‌کند. موردی که سبب نگرانی نزد شهروندان افغانستان که می‌خواهند به آمریکا بروند شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز دوشنبه 9 اکرب گفت ساخت هاپگاز طبیعی در ترکیه سریعا قابل اجرا است و بر اساس پیشبینی او بسیاری از مشتریان در اروپا مایل به امضای قرارداد هستند. پوتین در اوایل ماه جاری پس از آسیب دیدن خطوط لوله نورد استریم زیردریای بالتیک در سپتامبر در اثر انفجارها، ترکیه را به عنوان پایگاه برای تامین گاز پیشنهاد کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید با این ایده موافق است. پوتین گفت که کار مستقیم با شرکای تجاری اروپایی بسیار دشوار است. اتحادیه اروپا که قبلا برای حدود 40% از گاز مورد نیاز خود به روسیه وابسته بود، به دنبال کاهش واردات انرژی روسیه است. پوتین در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت کار کردن با ترکیه برای ما آسان‌تر است. رئیس جمهور اردوغان مردی است که روی حرفش می‌ایستد و کنترل دریای سیاه برای ما آسان‌تر است.
او گفت این یک پروژه کاملا واقع بینانه است و ما می توانیم آن را نسبتا سریع راه اندازی کنیم و افراد زیاد مشتاق بستن قرارداد خواهند بود. من شک ندارم که در اروپا افراد زیاد وجود دارند که این را می خواهند. پوتین همچنین گفت که به گازپروم روسیه اجازه داده شده است که آسیب‌های وارد شده به هنگام انفجار در خطوط لوله گاز نورد استریم را بررسی کند. مسکو پرسنل نیروی دریایی بریتانیا را مسئول این انفجار می‌داند، اما لندن این اتهام‌ها را رد کرده است.